به خبری که همکنون به دستم رسید توجه بفرمایید. مابوت ماینکرافت حذف شد و دلیل این کار موجانگ چی بوده؟ امروز با هم دیگه بررسی میکنیم و تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. پارسال سر مابوت ماینکرافت کل کامنت های اینستای موجانگ و کل کامنت های یوتیوب موجانگ شده بود که ماینکرافت رو مابوت رو حذف کنید و هر کدوم از این کامنت هم حدود 1000 خورده ای تا لایک میگرفت. و حالا چرا باید مردم موافق این باشن که مابوت رو حذف کنیم؟ حالا چجوری شد که مابوت ماینکرافت اصلا اضافه شد؟ مابوت ماینکرافت تو سال 2017 اضافه شد، جایی که هیچ آپدیت باحالی نداشت که بذاره و خواست مردم رو یه هیجانی بهشون بده که ماینکرافت رو نصب کنن، چون اون موقع خیلی از کاربرای ماینکرافت ریخته بودن. موجانگ هم اومد بهشون یه هیجانی بده تا ماینکرافت رو نصب کنن، یکم تو ماینکرافت مشارکت داشته باشن، بالاخره هیجانشون بیشتر بشه نسبت به بازی. و تو سال 2017 مابوت ماینکرافت رو ایجاد کردن. بعد اون یه سری تجربه‌های تلخی بود که بعد مابوت ما تجربه کردیم ماینکرافت پلیرها. و مثلا تو سال 2020 که رایگیری گلو اسکوید، موبلوم و آیسولجر بود، آقای دیریم اومد دوستاشو صدا زد، مستر بیست و تامی اینیت فکر کنم اسمشو نمیدونم، و همه با هم اومدن گفتن که به گلو اسکوید رای بدید. گلو اسکوید این ماب بی مصرف موبلوم و آیسوجر رو شکست داد. این چیز تلخ. و خیلی از مابای ماینکرافت ما تو همین مابوت از دست دادیم و دلیل اینکه مردمم اومدن گفتن که مابوت رو حذف کنید همین بود. یعنی ما مثلا بین 3 تا ماب خوب باید یه دونه رو انتخاب کنیم، در صورتی که خیلی‌ها دوست دارن اون 2 تای دیگه انتخاب بشه. یعنی منظورشون مردم این بود که هر 3 تاشو اضافه کنید راحت بشید دیگه. حالا موجانگ دیروز دقیقاً 14 ساعت پیش فکر کنم، همین موقعی که من دارم ضبط میکنم 14 ساعت پیش این خبر منتشر شده و موجانگ به طور رسمی توی توییتر و توی خود سایت ماینکرافت نت گفته که مابوت حذف شده و دیگه چیزی به نام مابوت نداریم. موجانگ مردمی. خب دوستان، ویدیوی امروز هم به پایان. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و کامنت انگلیسی هم بذارید. به نظرتون خوب شد که ماینکرافت مابوت حذف شد یا نه؟ و تا ویدیو بعدی، خداحافظ.